خانم بفرستین داخل. سلام عرض میکنم استاد عالی قدر. سلام علیکم. بفرمایید بچه. خوش آمدین. زنده باشید. بنده پروفسور امیر جدیدی هستم. آگهی استخدام رو دیدم، مزاحم شدم. اگه امکان داره بنده رو به غلامی بپذیرید. بله خواهش میکنم، در خدمتتون هستم. خب بفرمایید که چی خوندید، تخصصتون چیه و برای کدوم واحد میخوایم فرم بکنیم. البته جسارتا مدارکم توی این پوشه هست که تقدیمتون میکنم. بنده در دانشگاه ماساچوست MIT خوندم. فارغ التحصیل رشته سازه‌های ایروبیک فضا هوا هستم از دانشگاه هاروارد و تو سوربن پاریس هم 3 دکترای روانشناسی گرفتم. تو دانشگاه بیرمنگام روابط بین الملل خوندم. همه مدارکم البته توی پوشه هست، شما ملاحظه بفرمایید. مدارکتون هست. بسیار عالی. خب خیلی هم عالی. بفرمایید. بله خب اینا که مدارکتون، بفرمایید دیگه. به غیر از این مدارکم که به قولی میشه گفت که باهاش خاک همه دانشگاه‌های دنیا رو به توبره کشیدم، به چندین زبان زنده دنیا هم مسلط هستم. خیلی عالی. عذر میخوام ببخشید چه زبان‌هایی میتونید؟ انگلیسی، فرانسوی، آلمانی، اسکاندیناوی، کشورهای نوردیک، سواحیلی، آلبانیایی، آفریقایی و مصری. هندی نمیدونی نه؟ بله؟ هندی. هندی والا نه، شرمنده. ایراد نداره. ولی استعدادشو دارم، استعداد زیادی دارم، میتونم با سرعت بالا یاد بگیرم. فقط حقوق چقدر میخواین که من باید اینجا یادداشت کنم؟ ببخشید. والا اگه برام حقوق نجومی مرقوم بفرمایید که رهین منتتون میشم. شما خودتون که شرایط رو میدونید. 1 میلیون تومان میذاری تو جیبت، میری بیرون با 5000 تومان بیشتر بر نمیگردی. دقیقاً مثل حماسه های 8 سال دفاع مقدس شده. گردان میرفت نفر برمیگشت، لشکر میرفت 1.5 نفر برمیگشت. البته جسارتا مزاح کردم. شما همین حقوق معمولی شرکت رو بنویسید که ما رو خط فقر درازکش بمونیم، همین برای ما کافیه. پس همونی که در واقع معمول هست رو من اینجا می‌نویسم، بعد برای مصاحبه بعدی خبرتون می‌کنم. خیلی ممنون که تشریف آوردید. البته من بگم حقوقم ندادید، من میتونم یه مدت اصلا همینجوری براتون کار کنم. من فقط میخوام دستم یه جایی بند باشه. مدرک بازم بخواین هست میتونم بیارم. متوجه هستم. از طرف شرکت با شما تماس میگیرم. فقط ببخشید شما از طرف آقای محسنی اومده بودین دیگه؟ محسنی اجایی؟ نه خیر. آقای کلانی؟ نه. آقای حجازی؟ آیت الله فضل الله حجازی؟ نه. یوسفی؟ سرلشکر یوسفی؟ نه خیر. بسیار خوب بفرمایید. آقا خواهش میکنم ازتون این کارو به کسی دیگه ندید. واقعا مشغول و زنبه اید اگه بدید. خواهش میکنم ازتون. من واقعا بله بفرمایید. تماس میگیرم با شما. مدرک بازم هست واقعا. خواهش میکنم هست مدرک شما هست. خیلی متشکرم. ممنونم. با اجازهتون. نفر بعدی رو بفرستید. سلام علیکم. سلام علیکم. اینو بابام داد. او از طرف آقای کلانی آیت الله کلانی. لانی. بله حال شما چطوره؟ خوب هستین؟ گشنمه، خوابم میاد، بم میاد. بله خب شما خیلی سلام بنده رو ابلاغ بفرمایید خدمت ایشون. ارادت داریم خدمتشون. شما بفرمایید تخصصتون چی هست؟ من مدرک بی زدی دارم. بی زدی یعنی به زور دیپلم گرفتم. متخصص خوابهای عمیق، تغذیه انبوه. اما تو عمرم تجربه کار کردن ندارم. دم ندارم. هیچ ایرادی نداره. اینجا شما تجربه کسب میکنی کم کم. علاقتون به چیه؟ علاقم به مقام عظما یه ولایت که هم علاقه قبلی دارم هم قلبی. خیلی عالی. عذر میخوام ببخشید چه زبان‌هایی میتونید؟ سوسکی، زرگری، مطربی. 3 شو بگیر. زبون زور، زبون گاو، گوسفند، گلگاو زبون، آب زبون. من برگه سفارش از بیت آقا دارم. این سوالا چیه؟ حالا چیه؟ میدونم دیدم اینجا. میدونم. بسیار خوب. خدمت ایشون هم حالا خودم زنگ میزنم. شما استخدام هستید. فردا ساعت 8:30 تشریف بیارید. 8:30 صبح؟ این صبح؟ بله.
8:30 صبح کی بیدار میشه آقا؟ مگه شما پیرو ولایت نیستین؟ لایت نیستید؟ کی میتونی پاشی؟ غروب دم که هوا خنک میشه نک میشه. هر وقت دوست داری بیا، هر وقت پا شدی بیا، راحت باش. ها؟ این خونه خودت، هر وقت دوست داشتی بیا. من اینجا میگم بچه جای شما کارت بزنن. نه ها. باشه؟ بزنن زنن. الان که ماشین هست ببره شما رو منزل. 5 تا. بفرمایید. من آیت الله کلانی لا خداحافظ شما. میدونم خوندم. بفرمایید.